عرض سلام و خوش آمدگویی خدمت همه همراهان عزیزایی که برای زندگی بهتر و شروع دوباره نمیدونن باید از کجا شروع بکنن و به کی اعتماد بکنن. ما رو به دوستاتون معرفی بکنید تا با حمایتشون بتونیم این خلأ بزرگ میون تمام تیترهای زرد سوشال مدیا رو پر بکنیم. خلأی که در اکثر مقاطع آموزشی مثل دانشگاه، دبیرستان و دبستان وجود داره و فقدان اون در جامعه به شدت احساس میشه و این بی دلیل نیست. مسئله هست که میگه تا ندونید سواری میدید. در نتیجه سود یه سری از افراد در این هست که چیزهایی رو به شما القا بکنن و شما بپذیرید تا اونها به هدفشون برسن. اگر من یک پرسشگر درست باشم حالتهای مختلف القا کردن رو میشناسم و بازی رو به نفع خودم تغییر میدم. حالا میخواد هر چی که باشه. راجع به دیدگاه نقاد صحبت میکنم. برای فهم بهتر از دیدگاه پرسشگر لازمه که شما فرق نقاد بودن و انتقاد کردن رو یا منتقد بودن رو بدونید. به چه معنیه؟ ببینید در دیدگاه انتقادی افراد دنبال بهونه‌هایی میگردن که نشدن رو به اون رجوع بدن، یعنی بگه آقا به این دلیل نشد. همیشه دنبال یه مقصر و یه بهونه و یه توجیهی هستن واسه اتفاق نیفتادن درست یک مطلب. ولی یه سوال پیش میاد، آیا هدف واقعی زندگی انسان اینه که در طول عمرش بارها و بارها توسط یک سوراخ گزیده بشه و آسیب ببینه و بعدش هم بخواد ترومای اونو پس بده؟ نه. جواب عاقلانه نه هست. اما در دیدگاه نقاد با توجه به نوع مسئله‌ای که میخوایم حلش بکنیم، میتونه عاطفی باشه، میتونه اجتماعی باشه، میتونه مالی باشه، هر رخ دادی، با توجه به نوع اون مسئله جزئیات مربوط به اون مسئله رو تو چارچوب‌های خاص بررسی میکنیم که بتونیم تصمیم آگاهانه تری بگیریم و آینده اون کار رو به هوش هیجانی ناخودآگاه، فاد و فومو، اشتیاق و ترس نسپاریم. اما بریم با ذکر یک مثال فرق انتقاد و نقد کردن رو بهتر بفهمیم. یکی از معضلات بزرگ جامعه امروز درگیر شدن خانم‌ها با مسئله فمینیست هست. متاسفانه در این نوع تفکر به جای نقد و بررسی کردن ویژگی‌های زن و مرد و پیدا کردن یه سری خلأها در پست‌های مهم، به عنوان مثال در جامعه مرد سالار که نمیتونه توسط مردها به درستی پر بشه، دائما انتقاد میکنه و توجیهش برای عدم موفقیت اینه که جامعه مرد سالاره. ولی این در صورتیه که در طول تاریخ زنها تأثیرات بسیار بسیار زیادی گذاشتن، چه بسا که در اون قدیم و در ایام دور جامعه مرد سالارتر بوده. بنابراین شایسته سالاری رو با مرد سالاری اشتباه نگیرید. بگذاریم، موضوع ما این نیست. موضوع ما نحوه نگرشیه که آدم‌ها رو به موفقیت میرسونه و اونها رو از بهونه‌ها جدا میکنه. خب تا به اینجای کار ما راجع به نقد و انتقاد صحبت کردیم، تفاوت‌هاش هم تا حدودی فهمیدیم. اما یه تکنیک ساده وجود داره که بفهمیم آیا واقعاً در حال نقد کردن هستیم یا نه در حال انتقادیم. کدوم پارامتر فرق این دوتا رو به ما نشون میده؟ یه تکنیک خیلی ساده. در هر مسئله‌ای اگر شما سد پیش روتون یا اون مانع پیش روتون رو دلیلی قرار دادید برای موفق نشدن و حل نکردن اون مسئله، شما در حال انتقاد هستید. اما اگر برای پشت سر گذاشتن اون مانع به دنبال راه حل هستید، با بررسی جزئیات، راه حل ها، پرسشگری درست، پیدا کردن نوبت و قوت خودتون برای پشت سر گذاشتن اون مانع، وقتی دنبال روزنه‌ای میگردی که اونو پشت سر بگذاری، تبریک میگم، تو در حال نقد کردن هستی. و خب فایدهش چیه؟ شاید بپرسی که چه فایده‌ای داره که من بدونم نقد میکنم یا انتقاد. وقتی که شما دیدگاه نقاد رو در خودتون تقویت میکنید، اتفاقی که میفته اینه: شما با بررسی جزئیات و احتمالات پیش رو در رابطه با اون مسئله و با دانستن نقاط قوت خودتون رو در مقابل اون مشکل بزرگتر میکنید و از مشکل پیش روتون بزرگتر میشید. اون موقع دیگه یک مشکل نیست، بخشی از مسیره، مثل یه سنگی که کنار یک جاده افتاده. پرسشگری درست و در نظر گرفتن احتمالات برای حل یک مسئله در آینده، مثل اینه که شما از شب قبل امتحان
کلی نمونه سوال در اختیار داشته باشی و بارها اونا رو حل کرده باشی. در نتیجه میدونی قراره با چی روبروشی و از قبل یک پاسخی براش، یک ریاکشنی براش کنار گذاشتی. شنیدیم میگن طرف تو آستینش مار داره؟ بله. طرف میدونه چجوری نقد بکنه و میدونه احتمالات رو باید بررسی کرد، برای همین از قبل آماده شده برای اون اتفاق با بررسی درست. خب نمیخوام زیاد این جلسه طولانی باشه که خسته شید و از ادامه دادن این مسیر دور شید. با خودتون خلوت کنید و اتفاقهای گذشته رو مرور کنید. کجاها نقد کردید و کجاها انتقاد کردید؟ کدام مسائل حل شد؟ آیا حل شدن مسئله بسته به انتقاد شما بود یا بسته به نقد کردن شما؟ 100% مسائلی که شما ازش عبور میکنید یک نقد بزرگی انجام دادید و 100% مسائلی که ازش نمیتونید عبور کنید یا نتونستید اون مسئله رو حل بکنید یک دلیلی رو گذاشتین اون گوشه بگیم به این دلیل نشد. زندگی همینه. ازش گذر کن، درگیرش نباش. تا جلسه بعد خدا رو به شما میسپارم.